درود دوستان، شما در کانال مشتی تاجیکی قرار دارید. بهادر اسمانوف متاسفانه از ارتور سوبحانقولوف شکست خورد. این جنگ داوطلبی بود. این اگر بهادر اسمانوف دست بالا میشد، اما مسابقه آینده او برای کمربند IBA میشد. متاسفانه بهادر اسمانوف شکست خورد و این اولین باختی بهادر اسمانوف است که بعد 12 باخت شکست ناپذیر او باری اول شکست خورد و امیدواریم که او جوان است، 28 سال دارد و در آینده حتما برای کمربند باز می جنگد، چون که جنگ خیلی خوب نشان داد، بهترین جنگ نشان داد و حتی بعدی از امان نیمی محاربه وقتی که تو پنجم ششم راوند شاید که اونقدر خوب بوکس نکرد، بعد پنجم ششم راوند بهادر اسمانوف خیلی خوب بوکس کرد، ولی از روی خالها هم او برد میکرد و متاسفانه طریق نکداون و در آخر نکداون تکنیکی شکست خورد. نمیدونم، باید بهادر اسمانوف نزدیک نمیشد به حریفش، باید که از دوری، از فاصله دور جنگ میکرد، چون که حریفش در جنگ نزدیک خیلی خوب بود و بهادر اسمانوف باید همیشه در دور می ایستاد و جنگ میکرد. متاسفانه شاید مربیش رو گوش نکرد، نمیدونم. برای همین این باکس است، برای همین ما با بهادر اسمانوف بردباری ها میخواهیم. انشالله که در آینده او حتما قهرمان خواهد شد. دوستان فکرتان رو در این بابت نویسید. در همین محاربه الان در یوتیوب هست، بهادر اسمانوف و ارتور سوبحانقولوف، میتونید اونجا تماشا کنید. خیلی محاربه جالب بود و ما با بهادر اسمانوف بردباری ها خواهیم در آینده و انشالله امیدواریم که او حتما چمپیون خواهد شد. دوستان در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. ما رو 8 می در تاشکند ACA انتظار است و در آنجا همان تاپ بهترین ورزشگران تاجیک اشتراک میکنند. برای همین حتما ابونه شوید و من با شما خبرهای خوش رو انشالله میرسانم. خدا یار و یاورتان باد. تا امید دیدار.